آقای چاوشی در مورد بازی این هفتهتون در مقابل فجر سپاسی می‌فرمایید؟ بازی خیلی سختیه. در حال این باختی که ما در خونه خودمون آوردیم واقعا مستحق باخت نبودیم مثلا. واقعا بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن. کارهایی که ما سر تمرین بهشون گفتیم به خوبی انجام دادن. واقعا حقمون این 3 امتیاز نبود که تو شهر خودمون از دست بدیم. ما تمام تلاش خودمون رو داریم میکنیم و خواهیم کرد که ان شاءالله تو این هفته با دست پر از شیراز برگردیم. مطمئن باشین که با دست پر برمیگردیم، ان شاءالله نتیجه میگیریم. تو این 2 روز آینده هم من به نظر من فکر کنم 2 تا دیگه بازیکن بهمون اضافه میشه، تیممون خیلی بهتر میشه. درست. از بازی با فجر سپاسی موقعی که لیگ برتر بودید خاطره‌ای دارید؟ به هر حال خاطره است. تمام فوتبالی که ما بازی کردیم تو این شهر همش خاطره بودش. بعدش هم که من فکر کنم بازیایی که با مقابل فجر سپاسی انجام دادم فکر کنم 2 تا گل بهشون زدم، هم تو شیراز بهشون زدم هم تو رشت بهشون زدم. انشالله که این بازی رو بتونیم ببریم و دست پر برگردیم که یه سرسامونی هم تو جدول به خودمون بدیم انشالله.